در مورد ذهن صحبت کردیم و گفتیم فاصله بین درون و بیرون یا فاصله بین ماده و فراماده هستش. ذهن از نگاه فروید به 3 بخش خودآگاه، نیمه آگاه و ناخودآگاه تقسیم شده. خودآگاه که همون خودآگاهی ما هستش که ما الان توش هستیم، هویت روزمرگی ما هستش. نیمه آگاه هم که چیزهایی مثلا اسم کسایی که یاد میگیریم یا مثلا چیزهایی که مثل رانندگی و اینا که یاد میگیریم توی وجود ما میمونه. و ناخودآگاه ما اون قسمت از وجود ما هستش که ترس ها، اضطراب، احساسات ناخوشایند و احساسات سرکوب شده از قدیم در اون بایگانی شده. خب حالا ببینیم یونگ چی میگه. یونگ ذهن رو به بخش خودآگاه یا همون ایگو بهش میگه، همین هویت روزمره ما همچنان میگه، و ناخودآگاه فردی، یعنی تمام تجربه ها و احساسات فردی سرکوب شده در ما از کودکی، جنینی و تا الان. و یک ناخودآگاه جمعی هستش که به ناخودآگاه کل بشر مربوط میشه که ذهن فردی ما در ذهن خانواده، فامیلی، شهری، کشور و ذهن کل شناور هستش و اثر اون ذهن جمعی در ذهن فردی ما هم هست که در موردش صحبت کرده به عنوان کهن الگوها و آرکیوتایپ ها. بیشتر بعدم در مورد ذهن ادامه میدیم و صحبت میکنیم.